کیتیاب برگشته. هی چطورید بچه‌ها؟ چه خبر؟ چیکار میکنید؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدین به قسمت دیگه از پرونده های جنایی با سوگند. امروز میخوام براتون داستانی رو تعریف بکنم که سالهای پیش توی چنل قبلی یوتیوبم که دیگه اون چنل وجود نداره براتون داستان تعریف کردم. زمان خودش خیلی سر صدا کرد راجع به کیتیاب، یک مکبانگری که به طرز عجیب غریبی مفقود شد. این آره بهترین کلمه است، مفقود شد و ازش هیچ خبری نبود و جدیداً الان بعد از 3 سال برگشته. ولی قبل از اینکه اصلا بخوام وارد ویدیو بشم و جزئیاتش رو بخوام براتون تعریف بکنم، دوست دارم ازتون بخوام که اگر دارین من رو از اینستاگرام تماشا میکنین فالو یادتون نره و اگه دارین از یوتیوب تماشا میکنین همین الان چنل رو سابسکرایب بکنید تا ویدیوهای بعدی من رو هم از دست ندین. بریم سراغ داستان که خیلی مفصله. خیلی اوکی آقا، من سالها پیش راجع به کیتیاب براتون گفتم. حالا سالها پیش فکر می‌کنم تقریبا 1.5 سال 2 سال گذشته بودش که تو اون چنل قبلی خدا بیامرزم براتون داستان کیتیاب رو تعریف کردم و زمان خودش بمبی بود توی یوتیوب، ترکید و همه نگران این دختر شده بودن و ویدیوش یه جوری وایرال شد به 2 دلیل. یکی این که خب من مکبانگر بودم، اونم مکبانگر بود. دلیل دومش هم این که این دختر واقعا همه مطمئن شده بودن که یه اتفاق براش افتاده. الان بعد از 3 سال چنلش دوباره اکتیو شده، فعال شده و ویدیو گذاشته. ولی میدونم ممکنه بعضیاتون یادتون نیاد داستانش از چه قرار بود. یه جنبندی بکنم، یه توضیحی بدم راجع به کیتیاب و گذشتهش و بیایم توی آینده که ببینیم الان داره چیکار میکنه. اصلا خودش نیست، چون خیلی معتقدن که این آدمی که الان داره توی این چنل جدیدش فعالیت میکنه کیتیاب نیستش. برگردیم به سال 2018. توی اکتبر سال 2018 اولین ویدئوی چنل کیتیاب، چنل مکبانگ کیتیاب آپلود شد. توی اون ویدیو همون اولش خیلی خوب بالاخره ویو نگرفته بود، به خاطر اینکه اصلا مکبانگ یه چیز جدید بود و از طرفی خود چنل‌های مکبانگ هم داشتن زیاد می‌شدن، پس خیلی عادی بود. چنل شروع کرد به ویدیو گذاشتن‌های مختلف و از یه جایی به بعد یکی از ویدیوهاش وایرال شد. ویدئویی بودش که تقریبا میشه گفت 5 کیلو سالمون رو یک دختر نحیف، ضعیف، شاید بیشتر تا نحیف، توی کمتر از فکر می‌کنم 15 دقیقه همه سالمون رو خورد و این یه ویدئویی بودش که توی چنل کیتیاب و توی یوتیوب و توی صنعت مکبانگ ترکوند، به خاطر اینکه خوردن یه حجم زیادی سالمون بر هیچ کس پیشنهاد نمیشه. ماهی خامه دیگه، اصلا خطرناک میتونه باشه، خیلی هم کالری داره و هی این عجیب تر شد. مردم اومدن ویدیوشو دیدن گفتن تو چطور میتونین هم غذا بخوری لاغر بشی؟ سوالی که معمولا از مکبانگرا میپرسن. ولی از یه جایی به بعد شک کردم به این دختره، گفتن شاید این واقعا یه چیزیش هست که میتونه این همه غذای دریایی رو بخوره توی 10 دقیقه 15 دقیقه. نه حرف میزنه، نه اسم کسی ازش میدونه، نه چهرهش رو کسی میبینه. تازه اتفاقات عجیب غریب هم توی ویدیوهاش داره میفته. حالا اون اتفاقات عجیب غریب چیا بودن؟ از اونجایی که کیتیاب یک مکبانگری بودش که فقط لب و دهن به پایین و میز توی تصویر مشخص بودن، یه ماسک اضافی هم روی صورت و چهرهش میزد. این باعث شده بودش که خیلی‌ها شک کنن که این دختره داره یه چیزی رو مخفی میکنه. سعی کردن از خودش بپرسن توی کامنت ها اما جوابی ازش نگرفتن. پس برگشتن به همون ویدئوی اولش که توی سال 2018 آپلود کرده بود. این حدس رو زدن که احتمالاً کیتیاب انگلیسی زبون نیستش، به خاطر اینکه کپشن اولین پستش به 2 زبان یعنی انگلیسی و فرانسوی نوشته شده. چند تا از کاربراش شروع کردن اینو کنکاش کردن توی ویدیوهاش و ظرفی که توی یکی از ویدیوهاش مغز خام گوسفند یا آلن ناخوک رو گذاشته بود توی یه دونه از این فراینگ پن ساندویچ سازا و از اون ظرفه و نوشابه‌ای که خورده بود حدس زدن که این زبان اصلیش فرانسویه و به خاطر اینکه این ظرف توی فلان شهر ساخته شده احتمالاً کیتیاب بلژیکیه. حالا ویدیوهاش به طرز مرموزی داشت پیش میرفت، برای همین کاربرها تصمیم گرفتن که خودشون راز کیتیاب رو حل بکنن. توی یه سری از ویدیوهای کیتیاب میدیدی که دستش کبوده، لبش کبوده،
در حالی که خیلی لاغره داره خیلی غذای دریایی، غذای پرکالری میخوره. توی تایتلی که ویدیوهاش رو مینویسه از زبون خودش نمینویسه، از زبون یک سوم شخص داره با مخاطبش صحبت میکنه. یعنی به جای اینکه من وقتی میام براتون یه پستی میذارم میگم بچه‌ها من این غذا رو خوردم خیلی خوشمزه بود، کپشن اینطوری بودش که آره اون دختر این غذا رو خورد و به نظرش خیلی خوشمزه بود. همه میگفتن اوکی مگه خودت داری اینا رو نمینویسی؟ ماسکی که به صورت میزد در حالی که اصلا نیاز نبود، چون از لب و دهن به پایین تو داری ویدیو میگیری. هویتی که مشخص نبود، کبودی بدن و جملاتی که استفاده میکرد برای زیرنویس ویدیوهاش و از فونت درشت برای کلماتی استفاده میکرد که به طرز عجیب غریبی یه جوری گذاری شده و کد گذاری شده برای این بودن که آقا من شرایطم اوکی نیست و احتمالاً بلای سرم اومده، یه ذره دقت کنید به نوتایی که براتون میذارم. مثلا توی ویدیوهاش حرف اس، او و اس که به معنی یه جور نجات دادنه، ابراز این که من تو خطرم، یه جوری کمکم بکنید بودش، بولد شده و توی چند تا از ویدیوهاش از این کلمه استفاده کرده بود. یا در حالی که توی ویدیوهاش اصلا احتیاج نبود اعلام بکنه، گفته بود من این ویدیو رو دارم توی خونه تنها ضبط میکنم، هیچ‌کس تو خونه نیست و بعد ظرفش یه دفعه تکون میخورد یا سایه تصویر یک آدم دیگه توی ظرفش دیده میشد. یا دقیقاً توی همون ویدیو بودش که با ضرباتی که روی ظرف میزد بعداً با 0 و 1 اومدن تحلیل کردن، دیدن داره از مورس کد، کدای رمزگذاری شده، حرفش رو به مخاطب میرسونه. همینو باعث شده بودش که مخاطب به این فکر بکنه که شاید کیتیاب مکبانگری که همه دارن ویدیوهاشو میبینن و لذت میبرن، پشت پرده ماجراش یه اتفاق تلخ و ترسناک افتاده. این تئوریا همینطوری ادامه داشتن پیدا میکردن و هیچکس به طرز جدی، واقعا به طرز جدی اینا رو دنبال نمی‌کرد تا اینکه توی 2 تا ویدیو آخرش اتفاقای وحشتناکی میفته. کیتیاب توی یه ویدیوی یکی مونده به آخرش مثل همیشه حجم خیلی زیادی غذای دریایی رو میخورد. یه دفعه یه جای از ویدیوش پاز میزنه و یکی از دندونای عقلش و دندونای درشت توی دهنش رو میاره بیرون و در حالی که هیچ کس فکرشو نمی‌کرد این اتفاق بیفته یکی از دندوناش از دست میده. اون یه ماهی بزرگ رو برداشته بود، توی شکمش رو یه عالمه قرص نعنا ریخت و توی یه بادکنک نوشابه ریخت و اون بادکنک رو ترکوند که همین حالت فورانی ترکیب نوشابه با قرص نعنا یه ویدیو بشه و گذاشت. کیتیاب توی اون ویدیو با چاقو به جون اون ماهی افتاد. بعد از اون ویدیو کیتیاب به مدت 3 سال هیچ فعالیتی توی چنل یک و نمیدونم 500-600 میلیونیش نکرد. آره این ماجرای کیتیاب بود. هر کس دیگه هم بود فکر می‌کرد که واقعا یه اتفاق عجیب غریبی برای این دختر داره میفته. حالا الان کیتیاب برگشته و با اولین ویدئویی که گذاشت همه کامنت‌ها به این شکل بودش که اوه گویا کیتیاب مرده. توی اولین ویدئویی که بعد از 3 سال منتشر کرد تصویر دست یک مرد توی ویدئو بود و همه به این فکر کردن که یا چنل دست کس دیگه افتاده یا کیتیاب فوت کرده و اون آدمی که ازش سوء استفاده میکردن الان داره ویدیوهاش رو میذاره. تئوری به قوت خودش باقی مونده بود تا ویدیوی بعدیش که ماه بعدی آپلود شد. توی ویدیوی بعدیش کیتیاب اومد جلوی تصویر اما از لحاظ ظاهری اصلا شبیه کیتیاب قبلی نبود. هم پوششش فرق کرده بود که کاملا پوشش با حجاب، حتی تا مچ دست پوشیده بود و از طرفی فرم دستاش یه جورایی زمخت شده بود. توی این مدت 3 تا تئوری برای کیتیاب وجود داشت. اولیش برای یه چنل بزرگی بود که یه تکسی رو منتشر کرد و اعلام کرد که کیتیاب فوت کرده، اما بعد از یه مدت این تکسه از توی اون چنل حذف شد و هیچ وقت تکلیفش معلوم نشد که آیا این متن واقعی بوده یا به دروغ نوشته شده. تئوری دوم برای یک دختری بودش که از لحاظ ظاهری، یعنی اون چیزی که ما دیدیم از کیتیاب و اون دختر گم شده‌ای که من دارم راجعش صحبت میکنم خیلی شباهت ها وجود داشت و همه فکر کردن که شاید اون دختر 16 ساله‌ای که گم شده توی سال 2018 همین کیتیاب باشه و الان اون آدم آوردتش جلوی تصویر و داره ازش سوء استفاده میکنه، میخواد با غذا خوردن کیتیاب پول در بیاره.
و تئوری سوم برای یک زنی بود به اسم جوانا که از لحاظ لب و دهن و دندون و فک و دست شبیه به کیتیاپ بود انصافا، و به خاطر شغلی که داشت که یک بوکسور بود کبودیای بدن کیتیاپ رو هم یه جورایی توجیه میکرد. اما بعدها مشخص شدش که این زن به اسم جوانا گفت من هیچ شخصیت دیگه تو اینترنت ندارم، من همینم، من فقط ورزشکارم و راجع به کیتیاپی که دارین صحبت میکنین من اون رو نمیشناسم. خلاصه این کیتیاپ در حالی برگشت که به هیچ کدوم از این 3 تئوری جواب نداد و الان داره ویدیوهایی میذاره که عجیب‌تر از قبل شدن، غذاهایی میخوره که به طرز چندشی از حالت لذت مقبانگ خارج شدن. توی یکی دیگه از ویدیوهاش گفتش که من 3 تا دیگه از دندونام رو از دست دادم و دقیقا وسط همون ویدیو بودش که دوباره یه دندون دیگهش میفته و اونو جلوی تصویر نشون میده و میگه که دوباره یه دندون دیگه از من افتاد، مواظب خودتون و دندوناتون باشین. این یه پیام عجیب غریب بودش که آخر ویدیو داد. من توی ویدیوهای جدیدش که بررسی کردم یه چند تا نکته عجیب غریبم دیدم. مثلا پایان ویدیوهاش اوترویی که براش قرار داده ضربان قلبه و این خیلی عجیب میکنه ماجرا رو، چون معمولا کسایی که مخبانگ انجام میدن یا با صدای غذا خوردن یا با یه خداحافظی با یه صحبت آرومی ویدیوهاشون رو به پایان میرسونن، اما ضربان قلب خیلی عجیب غریبه. نکته دیگه که پیدا کردم کیتیاپ هنوز داره از حروف بزرگ و کوچیک توی ویدیوهاش استفاده میکنه، ولی توی یکی از ویدیوهاش من نتونستم ترکیبی از این حروف پیدا بکنم که معنی خاصی بده، اما تو ویدیوهای آخرش یه چند تا حروف وجود داشتن و ترکیب چند تا حرف بزرگ آخر ویدیوش هل کلمه جهنم رو میساخت که به نظرم بازم خیلی عجیب غریبه. کامنت های کسایی که دارن زیر ویدیوهاش میذارن الان به 2 دسته تقسیم شده. کسایی که میگن دیگه چشم افتادی، حالت خوب بوده، همه این کارا به خاطر ویو یعنی ایمپرشن و این داستان و لایک و کامنت انجام دادی. یه سری دیگه میگن معلومه که واقعا هنوز که هنوزه یه چیزیش هست، یا یه نفر مجبورش میکنه یا نه واقعا خودش دچار مشکلات روحی روانیه که همچین ویدیوهایی میذاره و همه رو میخواد سر کار بذاره. خلاصه که من هنوز دارم پرونده کیتیاپ رو بررسی و دنبال میکنم، یعنی هنوز منتظر اینم ببینم که چه اتفاقی داره براش میفته، کی میخواد بیاد این رو توضیح بده و اصلا توضیحی داره نداره، همون روند قبلی داره ادامه پیدا میکنه یا نه بعد 3 سال همه چی تغییر کرده. امیدوارم که مشکلی واقعا واسش پیش نیاد، نه واسه اون نه واسه هر کس دیگه‌ای. خیلی ترسناکه یه نفر تو رو بدزده و بهت غذا نده، مجبورت کنه غذای دریایی بخوری جلوی تصویر تا از غذا خوردن تو پول در بیاره. خیلی ترسناکه. ولی دوست دارم نظر شما راجع به این ویدیو بدونم. من چند تا دیگه ویدیو هم دارم، اگه دوست دارید میتونید بهشون سر بزنید، توی کامنت ها نظرتون رو بنویسین، یه ذره با هم دیگه صحبت کنیم ببینم شماها چی فکر میکنید و اینکه اگر دوست دارین ویدیو رو میتونید برای دوستای دیگه‌تون هم بفرستین. خیلی دوستتون دارم و تا ویدیوهای بعدی همتون رو به خدا بزرگ میسپارم. خداحافظ.